نه امروز دیگر السلام علیکم یار دوستو. های نمیگیدو زنده و سلامت باشن دوستو. بچه های والچسب و سلام. بچه های یکترینبورگ، ایرکوت، سورگوت و گرمانی، آلمان همه جا و سلام دوستو. هایم بچه ها در لطویا و لطویا سلام. لطوینا و سلام. لطیشو میگو چیزشو میگو دوستو. زنده و سلامت باشن. چطور مردم همه خوب باشن. ها فیسبوک راستی عروض همین یوتیوب قفیده خوشم نیست دیگه چیزا رو نگاه کنم. میدونم همین با دوستو یا خودپرسی میکنیم خیلی با خرسم میشم. قطعی همین دوستو با یک میدران میبرن کم کم چخچخ میکنیم. دوستو زنده و سلامت باشید. مصطفی خان با وکلان و یکترینبورگ انا برکی آون اینا دویم اکتیو نیانده همین پدشکه میکردی کنال همین بچه ها دیا. مصطفی خان با وکلان زنده و سلامت باشن. بچه والچن سلام علیکم. بچه های یکترینبورگ اینچنین و اینچنین با مردمی همسایه دولت ما ازبکستان هوا یولره. سلام علیکم خوجم تینجه نزد خدا رو شکر. بحر دوستا دعای نیک خدا همه را سلامت دارد. طاهر جان تختمت و سلام اولین من بهترین اکو جان اکتیو نیست شما دویم برکه خیلی همین نامتون میخوانم و خوشحال میشم دی اکو. زنده و سلامت باشید. عبدوی خوجم نزد تینجه خدا را شکر الحمدلله. با دعای شما همینجا به خدا رسول گفته گشتیم. برکه آقای عبدالربی عبدالله ابراهیموف 100% همه برکه یابید. نیر محمد کوچکوف سلام علیکم. در شهر سرگوت بچه های سامانیان یه بخشش میپرسم به مردم شریف سرگوت هم سلام خودم رو میرسونم. دوستا زنده و سلامت باشن. ایدیم کم نشون ساق رفتن با ساق سلامت بازگردن به سوی همین خانه هاشون پیش پدر و مادر و زن فرزند ها به سوی وطنی عزیز ما. شیرزاد دوستو سلام علیکم حضرت. اینجا سلام در بچه های ایرکوتسک. برکی آوان بچه های ایرکوتسک دویم همین وانه هر جهت بچه اون ساده سلام علیکم گرم جوشان سخت سلام سر مننداری کرساده کی مثلا همین خیلی بود نوار میکنید ما همین وطن میبینیم گفته وطن دویم یاد کرده میسیم گفته رحمت میگویم. برکی های دوستو اگه منه نیتید که درباره چی نوار کنیم مثلا غیر از سنجنگ و مروزان شیرزاد دوستو سلام علیکم. این خانم جهانگیر دادابوی ایرکوس بچه های یکم چسکه. بله بچه های یکم چسکه زنده باشن. مصطفی خان وکلانوف یکترینبورگ همون عبدالنبی ششلیک سیامکا کنید بازار دیگه گوید آدما از یکترینبورگ سلام میگون گوید انشاءالله خدا خواهد این بازار روم اکای عبدالنبی را سیامکا میکنه. همین سلام شما رو میرسونم دوستا. بچه های یکم چسکه از یکترینبورگ. شیرالی سلام علیکم. در مگزینی کی هید؟ در اشن احرار خوجه مثل همیشه من همین مگزینی سپانسوری ما وای فای تشکیل میکردگی همین مگزین
دوستا زنده و سلامت باشن. خوش آمدید. فریدون سلام و علیکم سلام. اکای فریدون تینجا نازه سلامتی تو خوبه؟ اکو برای خاطری همین دوستا پردشگی میکنن، هر یک سبشنش میخونه سلام عدل میرسونه. طاهر جان تختمت و حالی مرغ بازار رفته یگان خوراز خریده کردید می دکن جنگری فروخته شد می. اول نمیتونم وای بابا فروختنیانه رقم تلفن ماند گویم نموندن رقم تلفن. امام نظر غفورов سلام علیکم از نام مسجد زنده و سلامت باشن. شیره نر مسجد در گوشه که نباشن. عبدویف سلام علیک اکای شیرزاد نغزید تینجید بچه ارکوز همه نغز. آقای عبدالربی با اکای شیرزاد سلام خودشان رو رسانده ایستادن و از نام خودشان به تمام شیر بچه ارکوز که در اونجا کار میکنن سلام رسانده. جهانگیر دادگوی بچه مسجد الهیم همه وقت تینج باشد. رحمت برای همخید سخنهای خوب و دعای نیکتان. شیرزاد دوست سلامت باشین، همه وقت سربلند و آباد باشید. شادمان دولت و فوتبال ها سر شوند اگر سیانکای کنید دوستان. خدا خواهد نقشه داریم. شیرزاد دوست و خدا را شکر همه نفس گفته ایستادن بر عبدالربی. شیرالی یک کفکوبی SSSR سلام علیکم. گپ نیست اکو زنده باشید اکو. ما بچه والچانس فقط طرفدار شما. برکی های شیره نر والچانسک. این والچانس در ارکوز اونجا بوده. همون شیره نر فقط در همونش توب میشن نه برکی ها. جهانگیر دادبای فوتبال ها را التماس نقص امکان کنید. راستی که حاضر آغاز فوتبال ها نیست که به فکرم بعدا سر میشد. ده خدا خواه شاه صادق و والچانسک به پیش گفتیم. عبدویف سلام میگود. شادمان دولت و اکای شهرت سلام گویش. که دیدشون؟ نه و آواز تو شناختی نکو. سخت سلام تو گفت جان. مصطفی خان با وکلان و یکتریمبورگ سلام مرا به اکای احرار خوجه رسانه. سلامت باشند. شیرزاد دوستو سلامت باشین همه وقت. SSSR اکو پگاه التماس فقط خروسای جنگی با صاحبش نوار گرید التماس حرکت میکنم. اکو توشن وعده نمیتیم چون که من پرینسیپ های یوتیوب خوندم همونجا همین چیزها رو اجازه نمیتید برای خاطری منیتیزاسی کردم. همین مصطفی خان بابا کلان و همین احرار خوجی میگن که راست دیگه همون اکو رو من نشناختم. بابا خانو یا خودتون معرفی کنید همین احرار خوجی شناسن تو. هیچ کس بابا جان صادقوف نیستن در تریتوریا. حاضر آمدگیشان نه هیچ کس. محمد شاه سعید و سلامی گرم جوشون از نام من به اکای شهرت. من محمد شاه سخت سلام تو گفته این چنین سلامی شهرت جان برای محمد شاه. ادهم زاکیر و شهرت سلام. سلام همین شما بوده ادهم گفته که شهرت بیان تشکیلی همه. ادهم شهرت جان میگن که کلیک کفل می آورده. شاه صادق و
فقط خروسچنگ رو رکلام کنید. اکو بحر مخلصه والچنسک از یکترینبورگ. ساعته چند سر میشه؟ اگر گفتی کنیم که دستم خالی شود میرم. نه که جنگاشون سیمکن نمیکنم. راستی گفت ده وعدتون نمیتیم. پگاه سر میشه ساعت 10:00. فریدون سلام به هم ماتون گفتم. فریدون فخردین زنده باشه. فریدون جان تینجایید کافل زده گشتید. طاهر جان تختمتو با دوستانم یعنی اسفره قستکوز اورتپا غنچی نو اشت بلوق سامغر و شهر خوجند زفرآباد مسجد نو عبدالرؤوف گلچمن حاجی نادر به همشان سلام از من و به دوکاندار احرار خوجه. این چنین سلامت باشن. برکی آوید اکای طاهر جان همه خودمون رو با یاد کرده. خدا نه از چودک ازبکستان سلامت باشن. کرنسی و همسایه قشلاق اشت. سلامت باشن. هیچ کس احرار خوجه پسرخاله را سلام گوید. غارا چطور پسرخاله یا کارا گفت باشنه. هیچ کس محمد رضا سلام علیکم و بچه دویم چسکه به شیره نر دویم چسکه سلامی محمد رضا ادهم زاکیرو یک تورت از نام من گفتیم. معروف جان قاسموف سلام علیک اینای بچه های مسجح زرفشان مسکوه نمیگوید؟ میگویم چه نمیگیم؟ سلام معروف جان به تمام بچه های زرفشان مسکوه. این چنین فریدون سلام گوید اکاش شهرت از نام من در کرسنایه است. خدا خواهد. شهرت جان سلام گفتم. فریدون طاهر جان تختمت و سپانسر آمدم می تارت می یا ششلیک پگه خدا خواهد. من سپانسر در بالا گم سودن که ادهم زاکر و این کتن یکی از سپانسرهای همین افیر می تصپوندگی ادهم زاکر و به دوستا سلام گفتیم. مصطفی خان با کلام یک ترمو 153 داریم در بازار در طرف باغ اسرائیل می استاد. شناختم تو الکه این کس احرار خوجی شما رو شناختیم. ادهم زاکر و شهرت نبرود. شهرت جان برفتن یکی. فریدون فخردین ناز خدا بشو اکا همه ناز خدا با شکر برکی آوید. برلین سلام علیکم محمد خوجه تینجید سلامتی یا خوبند احرار خوجه را سلام رسانید. علم دوستا همتون خدا زنده و سلامت نگه دارد. در کجایی که باشید با هم خیلی سخنهای خوب می نویسید سلام علیک میکنید باور کنید خیلی خرسند میشیم. خدا از همتون راضی باشد دوستو. راستی گپ مثل همیشگی میگویم که من در افیر یگان گپی زیادیم نیست بغیر از سلام علیک. همون به بخشش مبادا اون کس اگر گوید که امین چیکار میکنم افیر کرده. من تنها میخوام از حال شما پرسان شوم سلام علیک کنم. اینه که وقتی یک کس به شما سلام میکند این معنی این رو دارد که یعنی که از جانب من به سوی شما چی میگود نه در مالتون نه در آبرو اعتبارتون نه از خانوادهتون نه در دیگر چیزتون ضرر نمیرسد. تنها سلامتی میخوام برای شما و اینچین عکس العملش و علیکم این هم همه خیر. گویا اینکه دلتان پر باشد که از جانب من به شما یگون بدی نمیرسد. گفته ای گپ برکه آوید دوستو. خدا از همه شما راضی باشد.
احمد جان رجبov سلام علیکم اکا سوزت خوبه سلامتیتون خوبه فرزندکو خوبند پدر و مادر خوب الحمدلله خداوند از شما راضی باشد احمد جان رجبov شادی محمد زهردینov سلام علیکم احمد جان در شاتی من تار تشکیل کنید اکای شهرت خورم حتما اون قصه پگه حتما با تو جمع این شب سال شورا جان سرکار شدن دویده بودم خدا خواهد پگه اگر نصیب کنه در این افیر بدانیم با هم خیلی بچه ها رو مهمانی میکنید اگرچه در دور هم باشد با مهمانی رو در اینجا مهمانی میکنید سپانسوری کانال شادی محمد افیر تصفون هم اینا دیا شادی محمد زهردین شادی محمد زهردین برای کی آوان ایلیم ار روی کمیر نبینید فیضزاده مهراج سلام علیکم در نام شیره نر دویم شسکه زنده باشن شیره نر دویم شسکه محمد رضا اکا چوبه امروز تورت نه او تورت مونم نخورمش خیلی همون به میخوردگی بچه ها نه که به من راحت کرده تماشا کنم و ها خورم اول به اون بچه های میخوردگی نه همون اگر تورت بریم که ویران میشه خدا خواهد پگه بچه ها بخواد اگر بچه ها بیان خدا خواهد تشکیلش میکنه این مسئول زغنشه فکرانده اعظم جان اشورو السلام علیکم برات جان شام بخیر و علیکم سلام اکوی اعظم جان اشورو زنده و سلامت باشن از نوبهار بودم به فکرم بچه نوبهار بچه خوب او اکی ملاتولی من خدا خواهد اگر تشکیل چون میبینیم می نوازم خدا خواهد احمد ظاهر سلام از طرف غریبی بچه اسرار دکتر انیس زنده باشید انیس جان انیس آش پلا کم خور از صورت طرفی آش پلا بزن ساد بشه زنده باشید انیس جان پسر دکتر اسرار لایق زمانو سلام برد از نام بچه زرافشان سخن کنید ای بچه زرافشان ایلیم کم نشوند ستومای دیارن خدا در حفظ حمایه خودش همیشه نگهدارشون باشد در گوشه باشن خدا خواهد بچه نغزن بچه با ابرو خدا سلامت داره هم ماشونا SSSR اکا یک بار رفته مویکه کویبش رفته نوار میکردید همینه که پیش استادیون مینی های همونجا رو در نظر دارید خدا خواهد همش میشه عبدوی رحمت امروز مرغبازار نوار گرفتید جانم سودا کرد سودا بود یک خروچش قدی زان بوده گفتید قدی زاغ بوده گفتید اول جان شما بود برای کیا بید وی عبدالربی معروف جان قاسم و رحمت محمد خوجه یک نواره خوب دارید الهیم دایم و سلامت باشه خدا نگهبانتون باشد برای کیا بید معروف جان قاسم و لایق زمان و یک سخنی خوب نویسید خودتان در حق بچه زرافشان گفتیان معروف جان قاسم محمد رضا باور کنید تورت های وطن یاد کردیم بله ما هم یاد کردیم میخوردگیاش نه فریدون فخرالدین سلام گوید اقرار خوجه را سلامت باشن فریدون سپانسوری کانال گلمراد گوشا چرا حضور ندارند اون گز با بعضی کارهای همین خلاصه پیش همون بچه ها رو وای کردن چی کار فهمونسن خدا خواهد اون کسم خبردار شما اگر پیوست شده میدونم به افیری ما گوشیت میداره دیگه بود درو دوستی
SSSR ها اکو گوشتیم یخ کرد در تینده در یکوت یخ در کرد یکوتی اون کسال یخ کردگی هم که خوب باشن ها؟ و یخ کرد در یکوت فریدون و در یکوت یخ کرد SSSR لایق زمان و از نام عبدالمومن سلامی گرم. عبدالمومن به لایق زمان و سلام گرم جوشان خودشان رسانده با طریقه افیری امشبه. علی 02 زیادشکا سلام علیکم از کازان با تاجیکستان. زنده باشد بچه کازان. بچه کازان زنده باشد. هر روی کمیره نبینم. خیلی خوشحال میشم که از هر گوشه کنار دنیا با هم صحبت میکنیم. اینم یکی همون پیشگویی رسول الله است که میگن که در آخر زمان همه خیلی میشد که یک کس در مغرب یک کس در مشرق با هم صحبت میکنن. اینا شما در کیم کجا، ما در خود اینجا صحبت کردیم. زنده و سلامت باشید. خداوند همه ما رو در حفظ امانش نگه دارد. میرزا رجب سلام علیکم اکا اسرار سلامی مردمی میرزا بچه میر محمد. سلام میرزا رجب دودرتون پسر میرزا بچه میر احمد سلام گفتادیانا. سلام جمعه محسن و بچه این همسایه خونه سسید حیدمی. السلام علیکم نازم هم خدا بشو کم نمایی دو شیر محمد سراغ ما کرد دیم. زنده و سلامت باشن. سسید من جمعه محسن جان بچه تو کوچه رو به داد آورده یا بید ایسوسو هر اگراف کنید هر برکی ها بده دور نگیره نگردید. عبدو هم در تمام جا بچه های یاش نوار گرفتن ممکن است. در بازار بچه های یاش روحاشون نوار کنید. پرسشون اینترسش همینه. در وقتی لولکی ها خودمون سیامکه میدیم بوله سیامکه میبونیم. راست منم در یادم هست تویا میشد همه طرفی کامره میدوید که در کامر قلدم گفته این بچه ها چی فکر کردن روحاشون تاب دادن. برلین محمد خوجه یک بار احرار خوجه رو پرسید سلامتی امکشان بهترن خداوند نگهبانشون باشه. آمی جان رحمت 100% خدا و شکر دعا کنه در مسافره. من برلین شنیدید جمعه محسن سلامتی ها نغزن خدا بشک برکی ها وید محسن جان با شمارم میدارید یک سراغ ممکنه در گجوه باشه فراموش تو کردیم. شهابالدین استانایف سلام علیکم و علیکم سلام آقای شهابالدین. ام علی 02 زیادش که دویم در حق استودنت های غریب دعاگو باشید. برکی ها و استودنت ها اینا آینده کادرهای وطن عزیز ما. خداوند در کجایی که باشند در حفظ امانش نگهدارشان باشد. علم از راه راست خودش هیچگاه بیرونشون نگردانده. چی میگود علمی با برکتشان تید خداوند. استودنتا را دلشاد شامرادوف سلام علیکم از امریکا شمودا رحمت دلشاد جان زنده باشه. ای خود امریکا و مو سلام رسان سالیان. واقعا این یک معجزه برای کیا و دوستای امریکایی. برلین انشاءالله ما گویم همیشه برای کیا. مقصود جان رجب السلام علیکم اکو سلام ما از شهر مسکو همه دوستان سامانیان رسانید. همسنفانمان هستند از سامانیان. انشاءالله سلام شما رو بچه لیتسه دیان در نظر دارید. لیتسه خواندگی ها
سوله چند خواندگی اون بچه ها؟ مولبازار مسجد. سلام علیکم دوستم، آفرین به پیش. خداوند مهربان برای کارتان تیاد و شما نیز برای کار رو خواهانم. دوست عزیزی ما بابر جان، شخصیتی که به کانال مولبازار مسجد میخواهند، یعنی که با گاو و کوله سر و کار دارند، میتونن از همین کانال نویگری ها رو انتظار شوند. کانال مولبازار مسجد پادپیسات نکردگی و حتما پادپیسات کنید. البته این کس به پادپیسات سرم احتیاج ندارن، چون که کانال چون از 10,000 هم گذشتگی است. ماشاءالله. SSSR بچه ها لایک نیست، اکار یک دستگیری کنید. رحمت دوستم SSSR که هم خیلی بو مردم به یاد میبارد که لایک امانه. زنده و سلامت باشید. شهاب الدین استانه. سلام به بچه های سرگوت و علیکم سلام از جانب شما و سلام شما بر تمام بچه سرگوت میرسانم. بچه سرگوت زنده و سلامت باشید. شهاب الدین همتون سلام گفتادین، کسانی که شهاب الدین استانه و میشناسید. جمعه محسن تاجیکستان تینجی. خدا بشکر، خدا بشکر که وطن عزیز ما تینجه است. گوشه کنار این همسایه همه تین، فقط شما نمیرسه در اینجا. محسن جان یک چخ کنیم دم تگی بیتل بیکن الچه کوچی پریش با او کوچی پریش با یا دور تماشا کنید، حال احوال بچه ها رو بینید. زنده و سلامت باشید محسن جان عزیز. تاجدین سلام علیکم برادر مسجد به پیش. بله دوست عزیز ما تاجدین. سید اکرم اغلوقو. سلام علیکم. علیکم سلام اکوی سید اکرم. بابا سلام علیکم. چیزی خوبه سوده فیضزاده مهراج. گاو و مال ارزان یا قیمت برد؟ دوست عزیزی ما فیضزاده مهراج اکو بازاره خدا بچه استرابان اونسادیان کم نرخو بو خدا خود میجمد. وقتی مهمونا خریدارو عبیرو میدارن حتما با بازار نرخش تغییر میابد. اما بچه استرابشان دوباره با همین بازار اونسادیان نچید نرخو میخیزد. ولی با یارز بچه دوشنبه هم فرستاده بودن با اگر وقا بیان همینجا راه کنن نگه انشالله دیخونه مسجد گواشون با قیمت میره، چون که موله تازه در همین مسجد عیده. یکی از همین یک بزرگوار همین گو مختی چقن گفتن که همین سامانیان زرافشان خلاصه همین چسکی یک گفتن گوهای فرماشون در وقتش از خود گلندی آورده بودن. از همون حساب همون صورتی همون گوها همون خیلی دست به دست اونساده گوهای بصفتن همین گوهای تساره خدا. از همون حساب خریداروش هم واقعا بازار خدا سبداش نسبتی دیگر بازارو قیمت تره. مدین ادین سلام علیکم از سرگوت. و علیکم سلام آقای مدین ادین. مقصود جان رجب و تولد 88 ها میر محمد مهرگان سلطان و فاروق مومین امیرشاه و علیشیر. حتما کدام از اینا رو بینم سلام شما رو به آنها میرسانم. آقای مقصود جان رجب خلاص دیگه فاروق این فاروقی غفوروف بوده ها؟ فاروق سلطان بینجا. این سلطان فاروق بچه اکای سلطان ولی بینم حتما سلام شما رو میرسانم. فیضزاده مهراج نوی گواش فروخت با همون استرافشنی خریدش. یه زنده و سلامت باشن دوستان عزیزی ما مهمانای افیر این شبه. غالب چی میگرده اینجا دیانم شد خوش ما صحبت اینجا
اینجا من یا آب خورم بیام اینجا بی اینجا بی برکی ها دوستو ولی ما یا استاجیار میگم اینجا بی استاجیار اینجا بی چی باید میگم چینه به بچه صحبت کنه اینجا بی مولایدی سلیمو سلام علیکم چی خیلی سلامتیاتون خدا بشکر سلام خود را به آن نفرانی در پیشتان هستند میرسانم باور کنید بسیار ایده خوب زنده و سلامت باشد آقای مولایدی سلیمو جمعه محسن دست سرگود در خود کم سرگود بودن محسن جان عرض کل زد دکتر روشن شد برکی آیده که شیر اصل اصل چون هم میزنه شیر چون هم میزنه آدم لوبه چیه در خاطر گل روشن شد همین مسافران محتاجن که یا با همین وقتی نشون ده باری بخواد بسخنه کنه برکی آیده مدین ادین قاری یا نوردین مگزین می بیان یا پرسید پرزویسا کدام نوردین در نظر دارید مدین ادین نوردین باقیف می یا نوردین صفایف با نمینه با ایگون نوردین دیگه باشد اگر ایماردین زیاوالدین سلام علیکم به بچه های والچانس برکی وان بچه های والچانس که هم زنمینیتش سادیان من یک خیلی سلام از خودی بچه تیومین باشن در کار ایماردین و ایماردین زیاوالدین اکای محمد جان اکای شهرت تلفن کنید گوید که فریدون در کراسنایار سلامتون میگود التماس حتما خدا خیال افیر ادا شود زنگ زده میگویم که فریدونی حکیم فهم نه فخرالدینه فخرالدینه انشاءالله سلام شما رو میرسانم شان شاه صادق و ایماردین ابله و تمام شد برفت تاجیکستان بیت خدمت میبره بکن شهابالدین آستانه ماشین بازار خوجند یک ویدیو کنید پرتید دوست عزیز ما خوجندی ها از ما دیده بهتر نوار کرسادین اگر شما اگون نرخ و نواهای ماشین های یا اینکه چیزا رو فهمید حتما کانالی حاضر چیزی ها چی بسیار شده همین بلاگر بسیار شده ماشین بازار خوجند میتونه از همونجا نوارهای جالب با اونا نسبت ما دیده خیلی پیشرفت کردگی هستن نوارهای خوب دارن میتونه همونجا نگاه کنید دوست عزیزی ما اگر اون وقت شرایط شود دیگر میریم برای خاطر دوستو کمی هم باشه نوار میکنیم دوستان چون جمعه محسن بچی من شوخه حالیم خود خورده اختاتون ده همون شوخه اختاتو برکی آوید اهل دین زهرالدین زاده سلام علیکم غالب شورا نشان دید از دیدارشون شاد شوم و نومشون گرفت عدر بیره رفتن غالب شورا و بید امنی اکا بینن تو تاجدین فیزلیچیانی سامانیان کار کرسادم البته اونجا چه کار مینه اونجا بسیارتر کلینت ها اخدی وای میبیان پنجکین سخت رکلام میشد از طرف پنجکین بسیار پنجکین میبیان محمد رضا اکا ما از پولشا ما پادپیسچی که شما در حق ما دعا گو باشید خداوند در پناهش نگه دارد برای کیوان بچه پولشا که عین زمان در همونجا کار و فعالیت میکنن خداوند از هم پول پولشا سونکاشون پر گرداند سلامتیاشون نگه دارد خداوند ساق سلامت رفتن با ساق سلامت با چمدانهای پر به وطن بازشون گرداند که زندگیشون در وطن خوب شود برکیت ملک بابویف
سلام علیکم. و علیکم سلام. آقای ملیک بابای زنده باشده. بابای ملیک جان. فیضزاده مهراج تو پلاتین تاکسی چند سوم هست؟ اگوجاده نظر دارید نرخی تاکسی ها را؟ اگر در خودی کمسمال گوید 15 سومه یا نفر. اکو اونو از روی وی میگیرند یا عددی کلین هر یک ماشین. اگر ابوستان روان و 150 و خیلی توپ پلاتین را. با ترگمت کنم ممکن ارزانتر هم برد. چه باید در پیش یو کلینتی پلاتینه اول باز بندش کنیم. شاه صدیقов ایماردین هوا سی چی حال داری برادر؟ هوا سی چی حال داری برادر گفته. ایماردین از سلامتی شما شاه پرسیده سانیلیم. هر دوتون ساخ سلامت باشید در گوشه که باشید. تاجدین رحمت برادر سلامت باشی. شاه صادقov مینوس موایدی سلیم و هوا گرم چی ارسی کولا نوشی سوده. هوا تصویت اگه چای نو آوردم مگم ارسکول مورزن نوشه. چای هم ارسکول های چی؟ ارسکول هم گل روشن میکنه. اوه گل روشن منت مقصد تز میدوونه. اما هیچ گم داره در این صحبت. منم فهمیدم این سپانسرم اون که خورد تو سر برو با. نه یعنی خواه اصلا چش میام روحن میام. برای کیو بده کو؟ اگر رزق مو بوده است نوشی سوده من. فیضزاده مهراج فهمو براد جان دیگه سلامتیاتون نازم برات کارو گیر تاکسیگی. آخه کم که تاکسیگی میکنیم جد حسابی دیگه مشغولیت نبودنش. زنده باشن دوستو که بو مور یاد میکنن از حال ما میپرسن. خدا از همتان راضی باشد دوستان عزیز. فیضزاده مهراج خدا خواهد های کلین خبر میتیم انشاءالله. مقصود جان رجب طول غوزه چینی سر شده. حاضر زمین ها رو توزیع کرد. اول همین پختر حاضر همین فرمان دادگی هستن تمام طلبه ها در گوشه پختر برامده چینده زمین توزیع کرد که مقصد همون یک غوزه که پخته هست در زمین ها همشه چینن و خدا خود اجازه میشد میگن خدا خود با کرچاف کنی سر میشه غوزه. عبدالرحیم یعقوبov سلام علیکم. هیچ چیز سازید کار بار نزن. عبدالرحیم یعقوبov خدا باشد زنده و سلامت باشید. اکوی عبدالرحیم یعقوبov اناف نمیشد که عبدالرحیم یعقوبov چرا تو نوم تو شناست افتاده. مقصود جان رجب و سلامت باشید. شما نیست زنده و سلامت باشید دوست عزیزی ما مقصود جان رجب. مولایدی سلیم و اگر سکرت نباشد حاصل پخته از خودتان چه خیل شد؟
اکو در کنسه هایم خی راستی گپ همین بازارم وقتی میفرم که میگم که گو شیرش خیلی میگن که شیرش در دهنش تیتش اگر خوره شیر تو میتید نه تیتش هیچی نمیتید. همون مارم زمین به گفتی بیا که فریب کردیم کم داروش دادیم کم مودود راستی گپ یک تقریبا 4 تانه پخته ما داده 1 هکتار 30 سوتق راستی گپ دارو کمش دادیم بخیر دارو نته دیگر نمیگیره در همین دور زمان چونکه این زمین ها رو دولت شوروی نرکمن کرده. همون سالو خیلی دارو میریختم. من یاد دارم بچه‌هاش بودم همون آبدارو داروریزی میبرونن تستر به کار بود گفته داروها رو از تگی در این تابا خالی میکنن اولش خاک میپوشیدن. هر روز صحرا میبروندیم در همون سکلت دارو بار میکردیم میبروردیم اون زمین ها خیلی دارو میخوردن باورن همه پخته میداد که بیزار میشد مردم از پختچینی تراکتور و این چنین اگه حاضر زمین هیچ نمیتید هیچ تو نمیتید. SSSR اکا مراجعان سلام گفت سادیان ای مچه کوهی ای مراجعان زنده و سلامت باشند از مسجد کوهی. عبدالرحیم یعقوب بله شناسی خود میدی ها عبدالرحیم تو گفتم که یه روز در بازار ناف دیده بودم تو همون کسی فیضاده مهراج یک اکا موسفه تاکسی آدم میکشوندن کامسمال خط پستک ریشا سفید باشن حالیم نامشون چیزی بود. یه روز یک کاروان داشتن خدا نامشون فراموش کردم. نه او اکا هاینده نه که وای بوستان همون کمسمال تاکسی میدن خطشون پس ریششون سفید نامشون به خدا فراموش کردم. هر بار همونجا میگذرم خطیم شوخی میکنم. او بابای ملا صوفی پدرتون برحمت SSSR یافتن نامشون بابای ملا صوفی هاین کمسمال میزنم اون کس تنگین خطی. شاه صادق و اکا تلگرام دارید خروس جنگ ویدیو میکردید میپرتافتید پگاه بحر مخلصای والچانسک برکی آویده بچه والچانسک. میر پگرانیچنیکی با پیش سلام علیکم و علیکم سلام. تاجدین پگاه در مسجد خیل روزانه خمیشه گرمکه این فرم دیده از عبید باز همه خیلی گشتیم یات جیمپرچه یات همین تیپ ویتروفکه باری همینه پوشیده گشتیم. شب نه که خنوکه همینطور خنوک خورس دادیم و ارسکالم و والدم اوژه خپید. خدا گلوم خیلی خیلی من مزدمی چی؟ دولت سلام علیکم و علیکم سلام. عبدالرحیم یعقوب قریب شناختید اشتر شناختم تو همین قریب باشه شما همون کس. سلام در دهه خواجه اعلا ای برکیه وان بچه خواجه اعلا زنده و سلامت باشه. الهیم همون اهل دیاراشون همیشه تینجه امانی باشه. فیضاده مهراج ما پخته اول کارتوفی اومدم نیست یک بار در عقب دمشون زده بودم قریب درون کانال برافته بودند. احتیاط کنید تمام سخت میکنید. ما بینم همون اکار بینم سلام شو گویم ها فیضاده مهراج
اما حالی فقط دوستم درباره پخته چون قربان نیازو السلام علیکم برادر مولبازار چسکی دور ویدیو نمیکنی دور سهرا تازه کنیم ما اکو همین روز ویدیوش کردم سفیدی وطن کنیم. امروز وای بو جمعه امروز نوار کرده پرتافتگی بدم همش خواهید دولت محمد خوجم نغزه قشلاقا تینجان خدا و شکر دولت نامشون شناس دولت محمد باید دولت همسایه با دولت توتخال نباشن همه آدم دیگه همه دولت باشن آخر دولت نوشون میرزا عزیز زده سلام سازن خدا بشکر آقای میرزا عزیز زده شاه صادق و تاش محمد ویزاوی جیان قبول کن تاش محمد ویزاوی جیان قبول کن گفتیم اکوی تاش محمد ویزاوی جیان قبول کنید جمعه محسن 3 فایزاده مهراج ها سلام گوید برات انشالله ماشین تو چه خیلی بر قریب زده شون ما به یاد چو بیارم دولت و دمگنی کی هید دا اشن احرار خوجه اشن دو هنی پیش خانشون جمعه محسن پختغازی شهر همه کار میکنه 100% اکر برسیم تو دمش باید پختواز سرکرسانی بیا مو تاجدین در سرگوت پگودا 35 خنوک واه التماس لباسه پوشید ترماس چی گرید یا تفله اون چه دایم کافه یا چای گرم نوشد که دروناتون خنک نخورد سلامتیاتون نگاه دارید که سلامتی شما رنگ طلای برای خانگیاتون چون که شما پول بیاره خونه شما یعنی که خونه رو میدیدگی شما سلام ارسکال ده خونی روش نزم به راست دیگه اما به امید شما اخونه های گوشیل تو میگنن که دور من خونی روش رفته برای یک قوتی لایمود من دیده گرماخونه چای نشوت زردی چای بچه ها نشوت گرماخونه بودم تیار میکنه گرماخونه دیگه من تربیه کردم باور یا نمود ارامت نیکی همین چای ریختگیشون هم تو بوی غولینگی مچه کوی هم تو لپس کردم یا اللالزی یا اولالزی با پیش توش خلای گفتیم دولت احرار خوجه را سلام گوید من بابای دولتم رکی آویده زنده و سلامت باشید سلام شویا بابا را امروز کودکاتون در اون کوچ دیدم گفتم یه همینار صورت گرم بره بابا پرتام بابا بنو شنبه سیتی و همون تلفنم این شما فهمده وای دولت احمد احرار خوجه میگن که دوشنبه سیتشون در همون رقم تلفنشو پیوست کردگی بده تخمی چوجچه ها یک خلمه بیانده ها احرار خوجه نه چودشاش نه چودشاش نه شد خلاصه فهمیدن گرفتن نه باید دولت آدم میفهمیدین عبدالرحیم یعقوب و بازار نو اومه ساده نه دوستم اکو باید چطور که شد رفتیم یک دو مازنون همون نو رفتیم با اگر رویم انشاءالله با خیلی یکان نوار میکنیم همون بازاره امین و تیمور سلام من ملک رحمت برکی باید ملک رحمتی جون ساز تینجه مولایدی سلیم و یک بارهای مگزین سیامکه کرده از نرخ پرودکت ها با خبر شویم بینیم رفتن میتونیم به این نرخ ها تاجیکستان چه بینه حاضر یک به یک برای شما از نرخ نواهای
اشن اهرخوجه نوار میکنم دوستان. بحر شما باز من شیشتم که خستم قینشت. چای داوله اصلا مونه و شعری میشه خدا. من دوستم از یک گوشه سر میکنیم. امی جای نشستم از خیمیه ها سر میکنیم. کسانی که وای دارید استرال ماشین ها دارید در خوناتون کنگا ها سنگا یا کنگا 3 کیلویی بوده. چند سومه؟ 37 سومون. یعنی پرسیل 56 سومون، تایت 51 سومون. اینو و هوای مرتا 11 سومون. خیلی این مکرون ها، این مکرونی پتراش میگفت رسیست که 6 سومون و 50 درم. 400 گرمه بوده. من اسپاگتیو 9 سوم 7 سوم دو نمود بینم 400 گرم. من این مکرونه و بوانا 11 سومون این پشکش 1 کیلو. با چی در نشونتون کن؟ حاضر بیا. اینا مکرونی و لگمنی فضا یعنی استحصال وطنی 10 سومون. این مکفه ها گنیزده 16 سومون خود رسی آمدگی. این نمک سیده 2 سومون. دوستان نگاه کنید خلیبای شهر 4 سومون. من خلیب 4 سومون. مثل خود ما 3.5 سومون. مثل این مایداچاش چی؟ مایداچا باید لیچیم بری کسلیو دیتی چیز که 5 سومون. خب شیرینی ها اینا سومونی نه؟ نه و 4 سومون. این 4 سومون 4 دون داره چند دون داره. خب پریانی که 6 سومون. تالچی میبینه اینجا گریچکا 14 سومون. این فاصول 16 سومون. پرلوفکا 7 سومون. گروخ 8 سومون. نخود چی؟ نخود 16 سومون. میبینیم اینجا قند ها از چند سوم سر میشه؟ قند ها شکلات از 28 سوم تا 75 سوم. از 28 سومونی سر کرد تا 75 سومونی وای بدست. گوشت چی؟ گوشت چیزم کلینتو به همون زمین 75 میتونم 80. من اینجا وای پیستی خاندان چقچقی دندان. پیستی خاندان چند؟ 140 کیلوش. بادام چی؟ 125. این وای چی؟ 25 سوم. کموشکی. یریانق چی؟ 20 سوم. 20 سوم. من تخم کروبکش 43 سوم. کروبکش 43 سوم بوده است. من این نانهای وطنی دوستا زنده و سلامت باشن 7 سوم. دو تاش ها؟ دو تاش 7 سوم. خلوه این رسیسکی 15 سوم. رسیسکی بوده 15 سوم. این استحصال همینجا های؟ استحصال وطنی من 7.5 سومون. حلوا 7.5 سوم. من اینجا قروت کسی یاد کرده بود قروتا چند؟ قروت 50 سومون کیلوش. من اینجا سلیویش این مسلوه ها شدر لیت چند؟ شدر مایداش 7.5. مایداش 7.5. کلونش نیم کیلوش 19 سوم. 1 کیلوش 34 سوم. ماینیز من اینجا کلباسا از چند سوم سر میشه؟ از 22 سوم تا 105 سوم. از 22 سوم سر کرد تا 105 سوم بوده است. من سیبوی سمرینکو چند سیب؟ سیب سمرینکو
6 сум кило. 6 сум. Бо чо ҳама дастгири мардум кило. О. Мана ануре салафан печ. Пат салафан мегӯд ку чанд килош? 12 сум. 12 сомон нок. Нок чӣ? Нок 12 сум. Мандарин омада бо мандарин. ناک دلافروز بهترین ناک Мандарин чанд? Мандарин 16 16 сомон. Банана килош 24 сом. Лиму лимон 13 сум. 13 сомон. Мана дӯстон ҳамин нарху навоҳо. Равған Равған 80 сум. 80 сомон. Килош где-то 20 сомон ё 18 сомон. Ажданин Ҳамин макароно 8 сомонӣ. Ажа киви рам ҳа. کیوی رنج برای کیوی دفعه میگم کیوی کیوی اون دم کیوی کافین گشتیم کیوی دفعه پیش این میگم میستم چند کیوی؟ کیوی 23 سو من اینجا با شکلات های خد نرخوشون در اول گفتگی بدیم. من این نوات های وطنی چند کیلوش؟ 15 سومن. قند سفید سفید دهنیم سومن. چوی ها هر خیر در هفت در دونه سو تا در شی بالا بر رولتون است، یعنی خوراک استودنت ها. رولتون ها از چند تا چند؟ 2 سوم تا 7 سوم تا 6 سوم هر من این بود برای شما دوستا از نرخ نواهای برنج نگفتین. برنج یاوا کنجی یاوا 9.5 سومن بوده دوستا. شکر 9.5 سومن. زنده و سلامت باشید. این یک ابزاری همین مگزین اشین احرارخوجه. اکو کجا رسیدگی بوده؟ خورما گفته احرارخوجه را سلام گوید. بزرگ نامسوده اماد کجا رسیده؟ سلام ملیک اوشزدی. بابای ملیک اوشزده ده های نگفته ویا را. مرادبک اغلانوف سلام با بچه های زرافشانی راغ میگویند. مراد جان در یکترینبورگ. زرافشان راغ بچه هاش سلام گوستادن از خودی کم یکترینبورگی شریف. میرزا عزیزاده تاکسی میزنید یکمش از که تابوتان چند سوم شده های؟ 1 سال میشد که تاکسی از یکمش از که تابوتان 10 سومانی هست. بسیارتر مهمان ها از سیمش از که دیگه جا وقتی به تاکسی چسکی یک میشنن میگن که تو چسکی یک رفتن در 10 سوم شهر میری. گفتم خیلی وای میکنن با اخیرش آمده مجبور میشنن چون که دیگر ترانسپورت نیست که طرفی همین چسکی یک بیاید. چسکی تاکسیش ده برای کی آمد؟ دولتوف نومراشونو گوید من تلفن گم کردم. ها شما 92 907 79 11 یه بار دیگه 907 79 11 عبدالرحیم یعقوب. من رسیدم محمد خوجه دعاگویمون باشد انشاءالله. دعاهای تر کنم یا هم دعای خشک؟ عبدالرحیم ممکنه قنال نفهمین که خیشو اخدی بی انو قربان نیازو با کم کم همان صاحبای مال و گاوام به نوار گیری خیلی خوب می شود. فقط از میان پایین سیامکه میکنی برادر جان. مولایدی سلیموف احرارخوجه را گویا از دفتر نامی من کور کردگی هستند. به نام اکای پرویز دکتر نویستگی بود. دکتر که نونشون کور کنه مولایدی سلیموف میشناسشون؟ بابا مال بازار مسجد برار سوداشون تیاد.
تا تو گرسیده که من نظر السلام علیکم و علیکم سلام آقای نظر خوش آمدید به کانال ما. نام شما رو بار اول به نظرم خوانده ایستادم در همین افیر. زنده و سلامت باشید آقای نظر. امینوف تیمور زیورشو میگو در مگزین احرار خدا تو گرسیده که مکن بالا ملک بای سال با 5 با زیورشو میگون در چیزی داره زیورشو زرفشون گفتن در مگزین چیزی داره کسا با به هرگاه میدونم بگه بس بابا کرا چمش دادی بوده نظر این کدام مغازه باشه؟ مغازه اشن احرار خوجا SSSR اکو حسیبی 105 سامانه را کی میخره؟ نه میخرنش با وای به مزه بده گستی حساب اینکه قیمت ها. نه در خود راست یا هیچ چیزا موسیقی برکه و هم ایم جوربک حمید و احرار گوید رکلام نکند تخمین سودا سسته نه پروستا و رکلام نکردن اینکه باز یکی از همون مخلصا گفتن که نرخ نوار بینیم با بینیم رفتن میتونیم یا نه خونه. نظر قند زنه رحمت سلامت باشید. فیضاده مهراج رحمت برات در نرخ و نوا با خبر شدیم. نظر دستافکه دارن؟ بله دوستم دستافکه دارن. لوبای امی تریتوری چسکی یک اگر خریداری کنید که برده میرسونم. اینجا رقم تلفن من نوکه گفتگی بودم دوشنبه سیتی دارن. پرید اپلات میکنید و همون رقم زنگ میزنید چیزی در کار دارید همش نوم نویس مینید یک همش جدا کرده بو رسماش گرفته برای شما پرتفته با برده میتین خانه با مول بازار مسجد با فکرم در این مغازه وای فای هسته. او دوستا هم در کم گذاشت تا تماشا میکنه مگزینم نظر دودر من چند بار نوشته بودم شمایا دودر شاید نامتون در نظرم یکم بار تفته بخشش میپرسم. موسا گب نیست طلا آه نیستن طلا صبحیدین آدینزاده سلام. قاسم خان صاحب سلام علیکم محمد. من قاسم خان ایشان تینجا نزه خدا سلامت داره ایشونه زنده و سلامت باشد ایشان. شناختم تون مرزا عزیزاده نرخ بنزین گاز چند باشد؟ بنزین 6 استغفرالله گاز 6 سومون بنزین 8.5 9 سومون سلارکه برابر 12. مرزا عزیزاده نرخ بنزین گفتیم. موسا مول بازار مسجد گب نیست رحمت واقعا خدمت میکنم برای مردم آقای بابرشاه. مولایدی سلیم و احرار تخمین کور کردگی هستند نمیشناسند. من دادر پرویز دکتر بازم نشناختم تو. اکرام سفرов سلام برای غریب بچه ها سلامتی میخوانم سلام برای کار. قاسم خان صاحب یک بار کوچی ما را پرداخت خدا خواهد انشاءالله نصیب باشد. یکی هم پیش مگزیناتو میفرام ایشان روز میشم تختچون روز میکنم.
گم نیست انشالله ایشون سخنتون خدا خود در زمین نمیمونیم. کی بود؟ ها چی مولایدی سلیم و این که از حاضرم شما رو نشناخت یا احرار خوجه خرد زادگی در مولایدی سلیم و کوشی تاشکن محله اون کدوم وقت خزار بودن چی بودن کورشون کردن نکردن گفته بود نکردن SSSR اکا آشی ما تیار شد بید آشا خورم همه کسا انشاءالله زنده و سلامت باشید. این کرد همون آشکا دستر آشتون صورت گرد پرته خدا خواهد این کرد در روی افیر برای بچه ولچنز گفته همون صورت میگذارم. امینوف تیمور خنده عمر آدم را دراز میکنه و نتونستم همون سخن شما رو خوندن دوستم خنده رو گفته که اشکام داره در مگزین احرار خوجه بوده چلمی دوبار سوزن بفروشن خیلی دکان چیز مردم گفت مرغ میگیره بیرون بگدان ایوانوف سلام علیکم و علیکم سلام آقای بگدان زنده باشه. بگدان نومای بزه بده اینش نومش اول بزه وش اینش بزه تیم این بگدان مهربو احرار رو گوید چیر قندی سفید من جوربک چیر جیر چیز گفت این پرالا 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 فقط خانه بگدان ایوانوف احرار خوجه را سلام گوید من بهروزم زنده باشد بهروز جان. احرار شناختیم بگدان بگدان سید من مهربان ما همسایه نه اکرام سفرم چرا با مالبازار بوستان این قرقسای نوار نمیگیرید؟ رحمت برای این خدمتاتون ما رو خوشنون میکنند. مالبازار رو نوار میکنید در همه جا استودا تماشا میکنید. راستی گپ و قرقسای کمتر دور بوستانم که دو بار رفتگی بودم اما به نظرم گو و مول هم نیست در اونجا اون پیش تختچه مردان صادقوف مرزا عزیزاده یک بچه زن چند سومر از خود میشد یک بچه زن چند سومر از خود میشد با من رسیوتو مگیرم ابله و حولم هست زنده و سلامت باشید. دوستی عزیزمون مرزا عزیزاده الیم کم نشوید خدا خواهد من یه روز وی میکنم اگر در وصفم نویسید همون رسخوتایی که در توی میشه طبق تنظیم هوای برای شما وی میکنم نشان تو میتیم مثلا رسچتون میگه که چقدر چیز در کاره از روی همون رسم و این تنظیم چقدر معلوم کردگی است هوای من برای شما خدا خواهد پیشنهاد میکنم. مولایدی سلیم و زنده باشه خدا نگهدارتون. من روام در نزدیک گپ میزنیم خدا خواهد همده مولایدی سلیم خدا شناختهشون بچه رحمت صبحیدین آدینه زاده اکای احرار بک سلام گویه سلامت باشه زنده و سلامت باشه. شما را سرشناس شده دو؟ همه میشناسه الله خود که هم دیگر همشه برای که آوه؟ اخواه خورتای همشه دستگیر میرم خدا خواه آجای قرار زنده و سلامت باشن دوستان. خیلی شد که با شما بودیم تقریبا 1 ساعت 10 منوت میشد. اگر میخوام با شما خداحافظی کنم اگر همین ویدیو معقول شده بود اگر حتما فکر و اندیشه را گذارید. بچه ولچنس SSSR در واتساپ یاد همون اشخوریتون پرتوید در باله انا همین افیر میشه و من رسمی شما رو میگذارم چون که این افیر صوف برای بچه ولچنس
ارسکال رو دادن، گل رو زد. گفت زدن و نشده. مولایدی سلیموف زنده باشه، خدا نگهدارتان. من روم در نزدیک گمینا. قاسم خان صاحبوف نام میری واتساپ تونه پرتید. نمبر واتساپم 92 3 تا 1 91 82. زیبرم در واسه. اینترنت اول واسه. 92 3 تا 1 91 82. مولایدی سلیموف یک بار احرار را نشان دهید. سلام علیکم. من شناختم تو مولایدی سلیمه. بچه اکرم مولا رحمت. ها؟ کس باشه. باگدان ایوانوف این کس کی هیند در برتون؟ این کس اسپانسر کانال. سپانسر کانال مولا صالح. نظر سلامت باشید. اکرام سفر و آباد باشید. رحمت دوستو زنده و سلامت باشید. پناه همتون به خدا. خیلی خوشحال شدم که طول 1 ساعت با من بودید، یعنی که با ما بودید، با من احرار خوجا، مولا صالح و من اینچنین. مایل بنغزی بینیم دوستو. سلامت باشه. گفتیان که مولا صالح انگلیا نرفتن. بگدن تغییری نشد دکومنتاشون. دکومنتاشون تغییری نشد. همسفر بوده. خلاصه سلامت باشید بهروز جان. ما با شما خداحافظی میکنیم. گپ نیست. به مقدم SSSR ما انتظار رسم شما. خیریت من آمدم گفتم بگدن. تا مولا احرار من تا اون کس برونده نه من دوام میتیم. بگدن ایوانو 1 مینوت. احرار گوید کی؟ گوید 92 3 تا 1 91 82. رقمی واتساپ 92 3 تا 1 91 82. احرار چی گویم بگدن؟ چیزی که تو میگفتی هست. آره فصل احرار خوشی کش دیدم نکن. یادم عکس کنم دادن، یادم چویم دادن. خب همه خیلی برونه می کاری این مونیتر این تو همون مونیتر برای از نام من برای شما 5 کیلوگرم قند سفید. از نام من تیم در حق ما دعا کنید گفتیم. بهروز بگدن 92 11. من احرار می گذرانم گفتیم. 92 11 من گرفتم گفتیم. من گرفتم 92 907 79 11. من گرفتم 60 تا گرفتم. 60. وزنین خیلی نباشد گفتین. نظر نفهمیدم. از زنده و سلامت باشن دوستو. جر کیوه؟ نه دام. خیلی زنده و سلامت باشه. پناهتون به خدا دوستو. خیلی خوشحال شدم. چند که خان کار کرده خوشحال نمیشه. چه؟
92 907 79 11 79 11 907 79 11. دوشنبه سیتی اوریون بانک. خود هم دوشنبه سیتی داشته هم اوریون بانک. ما خدمت دارم. او این کس خدمت با شادی محمد زهردینم. این خیلی کارو نکنه شما. اکو محمد جان در شاتی من یک پشکت تخم 1 کیلو قند گیرید التماس من بینم. من جان این خیلی نکنه دوستو. اگه بچه میره سیامگاه اینه میپرده. اگه بچه شده سیامگاه اینه بازیاش سیامگاه اینه شده میپرده. نه بان خیلی مینه بچه خیلی میشه شادی محمد. من شادی محمد فقط دعا گیره شما. کانتان بیشتر نچیز. ای خدا همتون سلامت دارد دوستو. زنده و سلامت باشید. پناه تو به خدا. ما ولی کاش که کدومی با ویم نکنه. یکو ماشین هم نگیرد به من سرم گرنگ میشه. چون هم دهمی نمیاب زور. شادی محمد زهردین دعا کنید برای مسافرها. ایله مسافرها رو خداوند همیشه در حفظ امونش نگهدار باشد. یکیشون 100 هزار تا میلیون گرداند. حجتاشون هم تاریخ شود. ساق سلامت رفتن با ساق سلامت نزد پدر و مادر بازشون گرداند. بهترین گفتم بگدن اکرام سفر خخ بری این گپی همراهتون پنج قاسم خان صاحب محمد یک بار اسماعیل خان از سیامکا کنید پرتید و به شرط ها گونده اسماعیل خان اون کسی اگر محمد نبردارم. بگدن ایوانو خند 5 کیلوگرم های اوشه. شادی محمد زهردین من حاضر پول میپرتم گفتیم. خداوند از شما راضی باشه. خنده پناه تو به خدا دوستو. یا را قند تخم گیره. این خیلی نگوید اکو. نه بچه ها شو همه قنگه در مسافر خنده. شادی معلم زغ میشد آخه شما را کجا. برکی آیده. من شادی دلم مکشم میکنم. نه پر بچه ها من دلم مکشم شادی میکنم. که دادرم باری منم. شادی محمد. اکرام سفر و رحمت آدم را میخندانید. قاسم خان صاحب وقتی بلان کشایی شون. کم نیست اکو اکرام سفر نمیمونند بر آمدن باور کن. انا برام میگم یک کس یک چیز دیگه میگود. بگدن ایوان در نماز ها در حق ما دعا کنید ایشان محمد. خدا خواهد انشاءالله. کجایشون یا من اصلا سپانسر همین وای فای کلون نکلنش همین کس اسرار خوجا. بخوای بلاگ خدا همه تو راضی باشد دوستان. شادی محمد زهردینه. اسرار خوجا کسی سلام میگفتی باشه سلام رسوند به من خداحافظی میکنم. انا بچه‌ها همه سخت سلام میگه. گم نیست دوستان زنده باشم. چی اگه الافون نگیرم. همون نمرو برده شما بر همون نمرو. مالا دوستان پناهتان به خدا. باقی سربلند خانواد باشید تا افیرای آینده را. خدا حافظ. برکی آیده همین